салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои охирини тоҷикистону ҷаҳон ман Зарангези Наврӯзшоҳ аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага пешниҳоди шумо мекунам. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барномаи имрӯз 19 июл. пирмуҳаммадзода ва ғурбатӣ ба ифротгароӣ ва ҳамкорӣ бо ҳизбӣ дар тоҷикистон мамнӯи наҳзат муттаҳам мешаванд. мухолифон инро рад мекунанд. ғурбатӣ узви ҳизби наҳзати исломи тоҷикистон нест ва ҳеҷ гоҳ узви ин ҳизб набуд. таҳримҳо алайҳи Русия тоҷикистонро ба ҷустуҷӯи бозорҳои нави воридоти молу маҳсулот маҷбур кардааст. ва 11 сокини боздоштшудаи деҳаи Қурғончӣ аз Қирғизистон ба Тоҷикистон баргардонида шуданд. ҳамон одам худашон аз ҳисоби худашон ҷаримаи ҳимоя пардохтанд. мақомоти Тоҷикистон боз як хабарнигори дигарро барои ҳамкорӣ бо созмони дар кишвар мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ муттаҳам карданд. Абдуллоҳ Ғурбатӣ, ки аввал ба зӯроварӣ нисбати кормандони пулис гумонбар буд, акнун нисбаташ иттиҳоми ҷиддитар эълон шуд. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода ба ифротгароӣ муттаҳам шудааст. дар бораи сарнавишти ин ва дигар журналистони тоҷик ҳамкасбонашон имрӯз аз вазири корҳои дохилӣ пурсон шуданд. مسئولین وزارت کارهای داخلی اتهام‌های نو علیه دو روزنامه‌نگار بازداشت شده را شرح دادند. به گفته مقامات، عبدالستار پیرمحمدزاده به افراطگرایی گمانبر می‌شود. این روزنامه‌نگار روز 9 ایول با اتهام اطاعت نکردن به کارمندان پلیس بازداشت شده بود. عبدالستار پیرمحمدزاده برای صادر کردن جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی داشته با ماده 307 علاوه 1 کدیس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیشبینی گردیده پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبرده در حبس پیشکی قرار دارد، تفتیشات پیشکی ادامه یافته. پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده اتهام اعلان کرده مقامات را بی اساس می‌دانند. یکی از خویشاوندان این روزنامه‌نگار گفت 11 روز می شود که پیرمحمدزاده را ندیدند و نمی‌دانند که او چه احوال دارد. عبدالستار پیرمحمدزاده خبرنگار سابق رادیوی صدای دوشنبه ماه نوامبر سال 2020 و بعد نوارش در روز پرزیدنت معروف شد. آن زمان گفته بود از ناچاری تاکسی میراند، اما از جریمه‌های هنگفت و بهوده و بیهوده ناظرانی را به داد آمده است. قضیه روزنامه‌نگار دیگر عبدالله غربتی هم در این نشست بحث شد. روزنامه‌نگاران پرسیدند که غربتی با کدام اتهام گمانبر دانسته می شود. پاسخ مقامات چنین بود: غربتی برای استفاده زوروری و مقابل نماینده حاکمیت دولتی و تأخیر او، اینچنین برای اعضایی و تشکیلات اکستریمیستی تروریستی حزب نهضت اسلام نسبتشان پرونده جنایت آغاز شد. عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی مأموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به زورآوری نسبت کارمندان پلیس گمانبر می‌دانستند، اما پیوندانش به بیگناهی او تاکید داشته گفتند عبدالله چگونه در داخل اداره پلیس به کارمندان مقامات حمله کرده است. عبدالستار پیرمحمدزاده و عبدالله غربتی که با اتهام‌های مانند بازداشت شده بودند، اکنون در روبروی عیبنامه‌های جدی‌تر قرار گرفتند. غربتی عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیست و هیچ گاه عضو این حزب نبود و اینها همه تهمت‌های بی اساس و ساخته هستند. در 2 ماه اخیر مقامات 7 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک را بازداشت کردند. سازمان‌های حامی حقوق از بدتر شدن وضع آزادی بیان در تاجیکستان نگرانی کرده، از مقامات خواستند روزنامه‌نگاران بازداشت شده را رها کنند. дар зим дар нишасти имрӯза вазири корҳои дохилӣ гуфт таҳқиқи қазияи ҳамла ба хабарнигорони радиои озодӣ ва телевизиони настоящее время дар душанбе зери назорати ӯ қарор дорад. 2 моҳ пеш шахсони номаълум ба 4 хабарнигори радиои озодӣ ва настоящее время дар душанбе ҳамла карда телефон ва камераи онҳоро гирифтанд. мақомот то ҳол ҳамлаваронро боздошт накардаанд. хабарнигори озодӣ дар нишасти имрӯза аз Рамазон Раҳимзода сабаб пурсид. مخصوصا همین حادثه‌ای که سر زده است، من چندین مرتبه در جلسه‌ها با سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه سپارش دادم که زیر نظر من می‌شود. تفتیش میکنید، جستجو میکنید، دستگیر میکنید.
به من گزارش میدید. من در اشتراک دارم و سپارش دادگی هستم، زیر نظارت من است. владимир путин президенти русия имрӯз ба эрон сафар кард то бо раҳбари эрон ва туркия дар теҳрон мулоқот кунад. ин сеюмин сафари путин ба хориҷ аз русия пас аз оғози ҳамлаи бедалел ба украина аст. мақомоти русия гуфтанд путин дар ин сафар бо ҳамтоёнаш буҳрони сурия ва роҳҳои берун кардани ғалаи украина аз тариқи роҳҳои баҳриро матраҳ хоҳад кард. пеш аз барнома аз илё ҷазоирӣ хабарнигори радиои фардо пурсидем ки пас аз ҷанги украина дар муносибати эрону русия чӣ тағйироте шуд ва ҳадафи ин сафар чӣ аст؟ خب ایجاد یک جبهه که از اهداف آقای پوتین هست از میان متحدان خودش. جمهوری اسلامی ایران از متحدان نظام آقای پوتین در روسیه هست. برای همین این مسئله الان برای روسیه بسیار مهم است. مسئله دیگه این هست که ایران تجربه تحریم طولانی داره. سال هاست که تحت تحریم جامعه جهانی و همچنین غرب هست و راههای دور زدن تحریم رو هم درش تجربه داره و بسیاری از تحلیلگران میگن که روسیه به دنبال این هست که از این تجربه ایران استفاده کنه که چطور میشه تحریم ها رو دور زد، با توجه که روسیه هم در تحت تحریم های غرب قرار داره به خاطر جنگ اوکراین. بله، رجب طیب اردوغان президенти туркия низ бо путин дар теҳрон мулоқот хоҳад кард. аз илё ҷазоирӣ пурсидем ки дар ин шароит ба ҷуз буҳрони сурия ва роҳҳои амни берун кардани ғалаи украина чӣ мавзӯи дигаре метавонад матраҳ шавад؟ در این میان ترکیه الان یک خواستهایی در سوریه داره علیه کردهایی که در شمال سوریه در حال جنگن و اونها رو گروه‌های تروریستی میدونه. ترکیه در صدد عملیات نظامی در سوریه است. همچین عملیاتی باید به لحاظ نظامی اگر بخواد موفق باشه باید با هماهنگی صورت بگیره. هماهنگی کشورهای صاحب نفوذ در سوریه. روسیه و ایران از کشورهای صاحب نفوذ در سوریه هستند و متحدان نظام سوریه هستند. اگر بخواد عملیات ترکیه علیه کردها با مانع روبرو نشه، برای همین به نظر میرسه ترکیه نیاز این رو داره که هماهنگ کنه این عملیاتش رو با کشورهای ایران و روسیه که در سوریه حضور نظامی دارن. تشکر. همکارم ایلیا جزایری از رادیوی فردا بود که درباره سفر پوتین به تهران صحبت کرد. در حالی که آمریکا و تاجیکستان را یکی از کشورهای احتمالی برای دور زدن تحریم‌های ضد روسیه نام برده است، مقامات در دوشنبه میگویند قاعده‌های تحریم‌ها را رعایت خواهند کرد. عین زمان به گفته آنها تاجیکستان تلاش دارد برای حل مشکلاتی که در نتیجه تحریم‌ها به وجود آمدند چاره‌هایی را روی دست بگیرند. این چاره‌ها از واردات محصولات از کشورهای دیگر و تشویق استحصالات داخلی عبارت بوده است. تحریم و محدودسازی ها برای تاجیکستان چی مشکلی پیش آورده است؟ مولا رجب یوسفی گزارش می دهد. مقامات تاجیک اعتراف می کنند که تحریم های غرب علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان تاثیر منفی می رساند. کشورهای غربی به دلیل حمله بی اساس روسیه به اوکراین علیه مسکو تحریم های سخت جاری کردند. کارشناسان از آغاز هشدار می دادند که تاثیر تحریم ها در تاجیکستان نیز احساس خواهد شد. در حال حاضر شریک مهم استراتژی تاجیکستان روسیه است و البته بعد جاری نمودن تحریم ها علیه روسیه به بعضی از سمت‌های استراتژی ما تاثیر می‌رسانند. آن سمت‌هایی که به آنها تاجیکستان بستگی زیاد دارد. پیش از همه این عرصه گاز و نفت است. تامین بازار تاجیکستان با محصولات نفت و گاز. غیر از این امروز ما تمامی محدودیت‌ها را که خود روسیه جاری نمود در مورد انتقال گندم، این به فعالیت شرکت‌های وطنی که با کارکرد و استحصال محصولات گندمی سر و کار داشتند هم تاثیر کرد. مسکو یکی از شریکان اساسی تجارتی دوشنبه است. سال گذشته داده‌گیری میان دو کشور 1.2 میلیارد دلار بود. بعد جاری شدن تحریم‌ها علیه روسیه این آمار قریب 50% زیاد شد. مقامداران تاجیک امید دارند که تاجیکستان از تحریم‌ها ممکن فایده هم بیند. همین تاثیرهای
санксияи Россия ба он оварда расонд ки масалан мо ҳозир фикри тезтар созмон додани корхонаҳои коркарди равған дар тоҷикистон кардем. مقامات تاجیک گفتند برای کم کردن تاثیر تحریم ها به تاجیکستان برنامه تهیه کردند. جزئیات این برنامه معلوم نیست. برخی کارشناسان راه حل مسئله را چنین می‌بینند. فکر می‌کنم که یگانه راه اینم دیورسیفیکاسیون هم واردات است هم دیورسیفیکاسیون صادرات است. ما باز یک بار دیگه دیده برای من گمان می‌کنم که بسیار نمونه محصولات ما می‌توانیم که از هندوستان خریم، از پاکستان خریم، از مصر خریم، از امارات‌های عرب خریم، از ترکیه خریم. وزارت مالیه یا خزانه‌داری آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای قرار داده است که کالاهای تحریم شده احتمال توسط آنها به بازارهای روسیه و بلاروس وارد شوند. برخی کارشناسان در دوشنبه هشدار می‌دهند که مقامات باید احتیاطکار باشند چون نقض تحریم ها می‌تواند برای تاجیکستان مشکل‌های نو ایجاد کند. پیشتر آمریکا یک شرکت ازبکستانی را برای دور زدن تحریم ها مجازات کرده بود. اخباری آزادی را ادامه می‌دهیم. بعد از 2 ماه خبری پرسر و صدای بازداشت 11 ساکن تاجیکستان در قرقیزستان، مقامات ناحیه جبار رسولوف این واقعه را شرح دادند. آنها با عبور غیر قانونی مرز گناهکار می‌شدند. مسئولین حکومت ناحیه می‌گویند اکثر بازداشت شده‌ها رها شده حالا در حدود تاجیکستانند. فرزان محمدی به ناحیه جبار رسولوف سفر و در این باره گزارش تهیه کرد. 11 ساکن دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان به عبور غیرقانونی مرز ایدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه‌های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است. باید مقام کارمندان و مقامات حکومت جمهوری قرقیزستان بازداشت کردند. بعد از وی همون صاحبکار همون قرقیزستان بود اینو کار می‌فرمایند. همون آدم خودشون از حساب خودشون جریمه اینو پرداخت کردند. از طرف اینو باید دست کارش شده. این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و 3 ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکان روز 6 ایون به بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سامی معادل 7,000 سامانه محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5,000 کس زندگی میکنند و با قرقیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرقیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرقیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهکار میشدند. تاجیکستان با قرقیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. در دهه‌های نزد مرزی زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاع‌های 2 سال اخیر از دو طرف ده‌ها کس کشته و زخمی و ده‌ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانه‌گذاری قطعه‌های بحثی را راه مهم ختم خشونت‌ها می‌گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. ساکنان ازبکستان دوامی هفته‌های اخیر بیشتر از کمبود پول نقد و اسعار خارجی شکایت می‌کنند. عکس و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند نشان می‌دهند شهروندان ازبکستان برای گرفتن پول نقد در نزد بانکمت‌ها نوبت می‌ایستند. برخی از آنها می‌گویند بانکمت‌ها چند روز می‌شود پول نقد ندارند. بانک مرکزی ازبکستان در پس منظر کمچین شدن نقدینه آمار انتقال پول از خارج به این کشور را در ماه‌های ینور ایون سال 2022 نشر کرده است. اخباری آزادی را به پایان میبریم. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. بیننده عزیز، خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه‌های رادیوی آزادی، در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر پیدا کنید. خدا نگهدار.